نخواندن نماز و یا سستی در نماز، این دلیل نفاق است. دلیل نفاق. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. صفت منافقه نیست. یاد الله را نمی کند، نماز نمی خواند، ولی وقتی که باز چیش برسه از کلش که اول با صف هم هست، باز تسبیح هم کلام پیدا میکنه، یراؤون الناس کل کار میکنه. مسلمان که هست به خاطر خدا نماز میکنه و کسالت در نماز نداره، تنبلی در نماز نداره، همیشه به نماز هم تو چست و چابک و با خوشیش میره. حالا وقتی که این نقطه را گرفتیم که منافق صفتش چی هست؟ سستی در نماز. یعنی اگر بفهمه که کسی او را غرض نمیگیره اصلا نمیخواند، ولی اگر بفهمه که حال خود گپ دیگه جو هست، باز از کلش که اول در چی هست، در برای فریب دادن مسلمان. ما در تجربه حیات خود این را یقینا دیدیم. درست. کسایی را دیدم که در مسجد می آمدن بر من که کسایی بیکاره تو بکن، کی کاره تو بکن. او سبحان الله. یک وقت که می دفعه اول طالبا که سقوط کرد، عالی میبینیم که نه مسجد میاد، نه پشت مسجد، نه گپی هست، هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست. سبحان الله. بار دوم که تغییر آمد، باز میبینیم که باز نمی صفحه اول آمد. او خدا چی عجیب است. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. عجیب است. یک نفر بود دیگه در آخر کوچه، یک کسی گفت چه به اصلاح ختم قرآن کریم داره. حالا ما های ما هستیم مجبور هستیم دیگه هیچی را باید بپذیریم رواجای مردم. خب کسی از دوستایش وفات کرد، این مردکه از جرمنی آمده بود. خب ماندنه و شکایتش کردیم. یک 10 روز میشه گفت ما آمده. گفتم خوب است. با شروع کرد گفت ما صاحب 20 دقیقه در موتر به جماعت میرم و جماعت ترک نمیکنم. 20 دقیقه همیشه در موتر. بعد من گفتم برادر کنم تو داخل کوچه خانه تا 2 دقیقه هم راه نیست. ما دم 10 روز خطا رو دمیجه ندیدیم. در 10 روز تو رو ندیدیم. چی رقم تو در 20 دقیقه باید 20 دقیقه در موتر می؟ یعنی صفت منافقانه نباید انسان داشته باشد. سست و تنبل باشد در